سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی من که کنار ریحانه است. مرسی که اومدی. اولین باری که توی چنل من اومدی با من ویدیو بگیری. مرسی. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ این ویدیو رو لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین و مرسی. زنگوله‌رم بزنین که هر موقع ویدیو گذاشت واسهتون نوتیفش بیاد. آقا برنامه از این قراره دل من دوباره. خب بچه‌ها، برنامه از این قراره که ما چند تا از این اولین بارایی که انگار واسمون اتفاق افتاده یا اولین کارهایی که انجام دادیم و توی برگه نوشتیم. انگار حالا چند تا مهدیه نوشته، چند تا من نوشتم، ریختیمش توی این سبد. حالا میخوایم شانسی برداریم و ببینیم که اولین کاری که انجام دادیم چی بوده و چی کار کردیم اینا. یه جورایی اعتراف هم میشه دیگه. انگار اعتراف میکنی و مجازات. هر کی نخواد تعریف کنه که این چرا اصلا این بود، هر کی نخواد تعریف کنه که اون اولین باره یا آخرین باره چی بوده، سرکه میخوره. عالیه. خواهدشون میکنی یا من؟ فقط کدوم بزرگترین؟ تو چند؟ من 17 تیر. من اردیبهشتم. اوه، اولین باری که مامانتو پیچوندی و لو رفتی 2 سال پیش بود یا نه بیشتر، 3 سال پیش بود که من مامانم سر کار میرفت، از 4 بعد میومد خونه و من مثلا بهش گفته بودم من ساعت 3 میخوام برم کلاس، داشتم استودیو کار میکردم اون موقع، میخوام برم کلاس. بعد مامانم گفت باشه و فلان این حرفا. بعد من به جای اینکه ساعت 4 برم ساعت 2 رفتم از خونه بیرون و فکر میکردم مامانم ساعت 4 میاد. حالا اون روز مامانم حالش بد بود، ساعت 2 رسید خونه، دقیقا همون موقعی که من رفته بودم مامانم اومده بود خونه. بعد مامانم بهم زنگ زد که سلام مهدی، من هندزفری مجا گذاشتم توی خونه، برو ببین تو اتاق سجاد داداشم، تو اتاق سجاد نیست؟ من گفتم باشه. بعد حالا من بیرون بودم با یه پسر، بعد جواب دادم گفتم نه مامان نیست، گشتم. مامانم گفت آها چون من الان تو اتاق سجادم. وای. بعد بهش گفتم نه مامان برات توضیح میدم. من گفت برو امشب جایی که بودی و پیش همون کسی که هستی و دیگه خونه من نیا. چیکار کردی بعد؟ زنگ زدم به استادم چون واقعا می‌خواستم برم استودیو ولی دیرتر. زنگ زدم من مامانم به چخ رفتم و اینا و اون باهاش صحبت کرد دیگه. حالا اوکی. اولین مسافرتی که بدون خانواده رفتم، نمیشه گفت بدون خانواده ولی خب انگار بدون مامان بابام رفتم. بعد عید 2 سال پیش بود که با داداشم حمید رفتیم پیش خانواده پدریم. این رو زلزله میاد ولی خب با داداشت بوده. زلزله میاد. خب نه میشه من هیدی؟ اولین دوست صمیمی کی بوده؟ کلاس اول یکی بود که کنارش میشستم و باش دوست بودم و دوست صمیمیم شده بود، اسمش غزل بود. بعد تا کلاس 3 باش دوست بودم، بعد دیگه دوستم نداشت. از یه جایی به بعد گفت که دیگه نمیخوام باهات دوست باشم. از یه جایی به بعد گفت که ترومای زندگی ما از همونجا خوردم. بهم گفت دیگه نمیخوام باهات دوست باشم. بعد رفت کنار یکی از دوستامون نشست که اسمش الناز بود. آخرین دروغی که گفتی؟ نیستم، اهل دروغ نیستم واقعا. حتما بزرگترین پشیمونیت هم اینه که زیاد مهربونی کردی. نه واقعا بزرگترین پشیمونی نیست. نه خب ببین مثلا بهت بگم آخرین دروغی که گفتی، نمیگم دروغ، یعنی واقعا نمیگم، خیلی صاف و ساده. یعنی چی تا دروغ نگفتی؟ برو بابا. ببین چرا مثلا به مامانم اینا دروغ گفتم خب و مثلا بعد خودم برملا شده. بعد مثلا ببین الان دیشب دروغ نگفتی؟ نه تو دیشب دروغ گفتی؟ آره. چی گفتی؟ مگه اعتراف منه؟ حالا تو هم بگو. نمیگم چون کسی که بهش دروغ گفتم میبینه ویدیو. به مامانم گفتی؟ دیگه به مامانم. خب اگه بگم که مامانم میفهمه مثلا دیشب چی گفتم. خب مامانم نبوده ولی خب خب من نوبت تو بوده. این وسطاشو کات کن. باش خرید باش غلط
بهترین راز باید بر من اعلام میشد. دوربین قطع شد. دقیقا سر گوزیدن هم بعد این اتفاق بیفت. با دوستان بودم خب و یکی از دوستان میخواست بهم یاد بده که چجوری اگر یکی اومد مثلا اذیتم کنه این رزمی کار میکنه، مثلا بزنش زمین، بکوبش زمین و فلان این حرفا. بگوز وسطش بگوز. نه من گفت وقتی افتاد مثلا اون آدم افتاد و منو انداخت، پاشو بایستا، پاشو گذاشت روی شکم گوزید و زیر بغلشو پاشو وقتی گذاشت روی شکم یعنی زیر بغلشو کرد توی صورتم و پاشو گذاشت و منم گوزیدم. خیلی بد بود. بعد اون یکی دوستم میخواست گردن بگیره بگه من بودم فلان، ولی اینی که این کارو کرده بود. ببینید بچه‌ها بهترین دفاع به اونجا نگاه بهترین دفاع گوزیدنه. یعنی هر کسی اومد بهتون حمله کنه بگوزی، یه دودزا بزنید، یه دودزا بزنید. بو هم نداشت اتفاقا. مگه میشه؟ به خدا اتفاقا اصلا فکر کنم نهار نخورده بودم بابا، به خدا اون فشاری که اومد این اتفاق افتاد. یعنی من خب جمع شده بود دیگه، تو خجالت میکشیدی بگوزی. الان همه میدونن اینو که من گوزیدم، کاش سرکه میخوردم. قلوب بیبی شد بیبی شد حواسم بهتر. اولین دیتی که رفتی رو تعریف کن. اولین دیتی که رفتم فکر کنم کلاس هشتم بودم. منم همون بار آره هشتم بودم. بعد با یک پسری دوست شده بودم که 17 سالش بود، مثلا فاصله سنیش با خودم 3-4 ساله، چون منم دقیقا همین اتفاق 3-4 سال بود. بعد انگار میخواست، خیلی هم خانواده‌اش چیز بودن، خانواده‌اش از اینه که مثلا پسر باید درس بخونه بیرون و فلان این حرفا نمیتونه بره. بعد اون موقع منم واقعا اینجوری مثلا آزادی الان رو نداشتن، یعنی خانواده مثلا گفتن نه بیرون نه، ولی رفتم و بهم گفت که بیا پارک ملت. چه قرار گذاشت. آره رفتیم اول یک دوری تو پارک زدیم، بعد رفتیم تراس رو به روی پارک ملت. دیشب تراس بودم. جدی؟ ولی تراس پارک ملت کلا وقتی رفتیم 10 دقیقه نشستیم و اون بعد یعنی مامانم زنگ زد گفت بیا خونه. رفتم خونه. مرسی که تعریف کردی. آره جالب نبود زیاد، اشتباه زیاد داشت. اولین بار که سیگار کشیدی، وای کاش به من نمیخوردی این سال. بخوا من جواب میدم اینو. من جواب میخورم واقعا؟ به تو باید جواب بدی به جای من. اولین باری که خوب برو کم بیاره؟ واقعا همه کافیه نه؟ بوش کن اصلا. میدونی آخرین باری که بوی سرکه رو اینطوری چیز کردم شپش گرفته بودم 2 سال پیش بود. آره به همین سرم برم. ای خاک به سر صدا. برو آب بخور. چقدر خیلی بده. اولین بار که سیگار کشیدم مال عید پارساله که با داداشم رفته بودیم کافه. بعد سیگار شده دست من، گفت که میرم چیز کنم، رفت تلفن صحبت کنه و اونجا کشیدم و جالب بود. بعد باز نکشیدم، اومد تابستون و ایناها که با دوستان میرفتم بیرون و ایناها دیگه کشیدم. یعنی اون موقع اینطور شد. الان چی؟ مامان اگر این ویدیو رو میبینی الان تفریحی. مامان اگر این ویدیو رو میبینی نه همه شوخی اگر این ویدیو رو میبینی ببین ما اوپن مایندیم. خونه میمونم خونه مخیه شما. خب نوبت من. اولین جایی که کاتوبت شده توی 2 سال یا 3 سال پیش تقریبا همون جایی که لو رفتم جلوی مامانم
اونجا اولین بار رفته بودم، اولین کافی شاپی که رفتم شوگر بود و کلا همونجا رفتم دیگه تا مثلا مدت تا و اونجا پاتوقم شده بود. یه مدت پاتوقم سبکو بود. الان سبکو پاتوقمه. جدی؟ خیلی میرم. پریشب اونجا بودم. یه مدت با الینا خیلی سکو میرفتیم، یعنی دیگه بعد اولین روز هنرستان، اولین انگار خب دهم بودم مسلما دیگه، اولین باری که اومدن با ریحانه دوست بودم، اومدن دنبال اون میگشتم توی حیاط. بعد خیلی جالب بود، ولی خب وقتی که وارد شدم نیست بزنم خیلی مریم تا معده رو میگم باید بره آب بخوری. چجور هضمش کنن؟ به سختی. اولین روزی که وارد هنرستان شدم راستش بخوام بگم زیاد از محیطش خوشم نیومد. یعنی چرا ها از جو کلاس؟ آره نه اصلا از جو کلاس و اینا خوشم نیومد. یعنی فکر می‌کردم که خیلی چیز خوبی در انتظارمه و خب با بچه‌هایی هم که هم کلاس بودم خیلی بچه‌های خوبی ان ها، ولی خب روز اول بود همدیگه نمی‌شناختیم مسلماً و اینها و خب دیگه جالب نبود. دهم زیاد بهم خوش نگذشت. واقعا خوب نبود. اولین بار که روی یکی کراش زدیم یه سریالی بود به نام دلدادگان که چند وقت پیشم حتی میذاشت. آفرین رو شاهرخ استرخی. وای آره خوب بود. واقعا کراش زده بودم، مثلا زنش هم میزد و اینطوری بودم که وای چقدر جذاب زنش. نه زنشو نمیزد. خیلی دوستش داشت ولی بعدش شروع کرد به آره زدنش. خب بعد آهنگش این بود اگه ببین چون فاصله افتاده نه اون فاصله های خودت دلدادگان نیست. تو یه کاری با دلم کردی اون فاصله های دلدادگان که نیست. فکرشم نمی کردم. اون دلدادگان نیست. فاصله های خب ولی من دلدادگان رو دوست داشتم. کراشم اولین کراشی که زدم رو شاهرخ استرخی بود. خوبه به نظرم، خوب کسی بود. اولین باری که سورپرایز شدی سالی که تابستونی که وارد انگار سال دهم میشدم خیلی واسم خوب بود، چون که بابام روز دختر واسم انگار چیز گرفت، دوربین گرفت، بعد و مامانم تولدم واسم این گردنبند گرفت. آره خیلی خوب بود. طلاه دیگه نداری. بعد یکی هم امسال خیلی خوب بود که بابام واسم ساعت گرفت و سورپرایز. چی؟ اولین باری که مامانتو پیچوندی یادم نمیاد خیلی بوده، مثلا میگفتم با دختر خالم میرم بیرون ولی نرفتم، با یه پسر رفتم بیرون. بعد مامانم ولی بعدش فهمیده ها، یا مثلا بعد گفتم مامان من با فلانی تو رابطه‌ام و دیگه همه پیچشاشام ببین یه چیزی بگم، اوپن مایند و این حرفا. خب این نوبت توه. نه من آخرین باری که گریه کردی دیشب. نه منم جدی؟ نه من پریشم دلم گرفته. من کلا خیلی زیاد گریه میکنم و این دست خودم هم نیست، ولی خب دیشب گریه کردم. آخرین باری که گریه کرده بودم. بگی بالا کن. خب من بلد شبان گریه سال بگی بالا کن. اولین بار که پریود شدی آقا من مدرسه میرفتم که پنجم یا ششم بودم، خیلی هم کوچولو بودم، نباید اون موقع پریود میشدم. چرا دیگه خوبه دیگه 11 سالگی. آره خب چون من دیدم یکی که 9 سالگی بلافاصله بعد سن گروه سن تکلیف چیز من مامانم تا حالا نگفته بود که آقا مثلا یه همچین چیز داریم برام پریودی و اینا. دیگه صبح که از خواب بیدار میشدم میرفتم دستشویی میدیدم شورتم مثلا خونیه، مثلا لکه های خون داره، بعد میگفتم من سرطان گرفتم. بعد اصلا به هیچ کی نمیگفتم که مثلا بین خودم بمونه، مثلا اونا ناراحت نشن، خودم بمیرم، خودم تنها بمیرم و فلان. بعد یه بار مامانم دید شورتم و یه روز مثلا 2 روز گذشته بود، 2 روز پریود بودم فکر کنم، و مامانم شورتم دید گفت که پریود شدی، خوش اومدی مثلا به جمع خانمای بزرگ. اینطور بودم که این چیه؟ چی میگی؟ what the fuck؟ ببرم کاچی درست کرد. آخاره من خیلی کاچی خوب.
اولین غذایی که تنهایی درست کردی؟ اولینش که تنهایی درست کردم خودم. چی میگن بهش؟ عدسی نه اون یکی. از پلو؟ نه لوبیا. خوراک لوبیا. اولین که درست کردم. تونستی خوب درمه؟ آره خیلی خوشمزه شد. دیگه از اون به بعد ببین مامانم یه قابلمه کوچیک گرفته بود واسه من. آفرین تو فقط لوبیا درست کردی. آره ببین کلاس چهارم نه کلاس سوم ایناها بودم، کوچیک‌تر بودم اون موقع. بعد مامان رفته یه قابلمه کوچیک گرفته بود واسم که مثلا من توی این غذا درست کنم. هنوز که انت دارمش. میگفت تو بعد از این دیگه دست به سیب زدی. من ماکارونی درست کردم، خیلی هم افتضاح شد. اولین باری که با دوست پسر دعوا کردیم، اولین دوست پسرم دیگه. حالا اولین هر کدوم که خود اولین دوست پسرم و اولین دعوام میگم. آقا من بچه بودم، مثلا 2-3 سال پیش بود. گیر داده بودم فلانی رو بلاک کن توی اینستاگرام. دختر مختر بلاک. دقیقا میگفتم آقا فلانی رو بلاک کن. من بلاک نمی‌کرد. بعد هیچ کارش بود. یعنی مثلا یه آدم رندوم توی فالوینگاش بود. اینطوریه مثلا نه فامیل بود نه دوستش بود، شاید مثلا اکسش شد. ببین من هر چی انگار حالا زیبازی و اینا بوده واقعا تو بچگی بوده. از الان فهمیدم که اصلا خیلی بوق میزنم راحت داشت. ببین یه چیزی به علاوه شعر خب اینا با هم دیگه ترکیب میشه خب میشه گوز مهدیه. گوز مهدی میشه شعر. بابا اینا هم خب از رو دهنت میفهمم هم میگه باش میگم نه کسی نمیاد همه مسافرتن. بابا آره میگم خونه میگم از اول ایفم مامانت بله کسی داری تو مشهد. بگو. آخرین باری که فیلم مثبت 18 دیدیم. آخرین باری که فیلم مثبت 18 دیدم نظر بگم کجا بوده. خود مهدی هم بود. ما یک دوستی داریم تو کلاسمون انیمیشن میفروشه. فیلمای بیادبی آره هست. بعد کنار بچه ها گفتیم یک نگاه کنیم ببینیم که چی به چیه. با هم بودیم. بگی بالا بگو کاش چیزی میخوردی نمیگفتی. نمیخورم میدم خرابه. اولین سالی که وقتی یکی رو میشناسی میاد تو ذهنت. من دوست دارم بدونم که اون آدم در حال حاضر چه دغدغه ذهنی داره. یعنی اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که اون توی ذهنش وقتی بیکار میشه به چی فکر میکنه. مثلا یکی به پول درآوردن فکر میکنه، یکی به این فکر میکنه که چطوری بیشمرخ دختر رو بزنه. دوست دارم اینو بدونم. آخرین باری که دوست پسرت رو دیدی؟ آخرین باری که دیدم پارسال 8 آبان تولدش. بعد یعنی تولد مامانم. بعد انگار فود کورت کیان سنتر رفتیم ونگو اونجا تولد گرفته بودم. آخرین باری که دیدمش اونجا خودمون 2 نفر رو یه چند تا از دوستای اون. باری که تنها زندگی کردی 3 ماه تابستون 2 سال پیشو کلا تو خونمون تنها بودم. بابام نیومد خونه، خودم ازش خواستم نیاد خونه و هیچ کی خونمون نبود. خودم تنها زندگی میکردم با دوست صمیمی اون موقع. الان دیگه دوستم نیست ولی اون موقع دقیقاً تو همین جا خیلی خوب بود و از هیچی نمیترسیدم. جدی خیلی خوبه. فکر کن الان من و تو مثلا همینجا 3 ماه باشیم بدون هیچی. دوست دارم با دوستم تنها زندگی کنم. خیلی دوست صمیمی. بهترین تابستون زندگیم بود دیگه. اولین حیوان خونگی اولینش جوجه رنگی داشتم. خیلی جیک جیک میکرد. بعد دادم به پسر خالم که یکم پیش اون باشه. اونم خواست پرواز بهش یاد بده. بعد خب جوجه رنگی پرواز نمیکنه. انداختش بالا وقتی اومد پایین مرد. ببین صورتی بود تا اونقدر خوشگل بود. وقتی که فهمیدم که این ببین دادم بهش گفتم که حواست بهش باشه. بعد پامو از خونه نذاشته بودم بیرون ها. هم جلوی در برداشت گفت که الان بهش پرواز کردن یاد میدم. اینجا رو برداشت جلوی خودم. من جلوی
در واسطاده بودن، جوجه رو برداشت انداخت بالا، بعد اونها همچه گفت چی. آخه ببین خیلی بد افتاد زمین، خیلی بد افتاد، ولی الان در حال حاضر خونگی خرگوش داری الان؟ چه تو داری بهم نگفتی؟ 2 تا خرگوش. خب بچه‌ها سوالات تموم به شد. پایان مرسی که ویدیو ما دیدین. متشکرم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله بالا رو بزنید و شیر هم اینکه فراموش و نشه اینکه بفرستین تا دوستاتون هم ببینن. پشت صحنه کل ویدیوهای امروز، چون قراره اینو قطع کنیم یه ویدیو دیگه بگیریم و اینا، همش توی چنل ریحانه هست. لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، برین چک کنید. سابسکرایب کنید که حتما. خدافظ.